زبی فرش عکسش میبینین از دولت جرمنی یک خواهش کرده. بیانیم خواهش ببینیم انشالله. ایزاکارا بیارین، ایزاکارا بیارین، ایزاکارا بیارین، بیارین ایزاکارا، بیارین ایزاکارا در افغانستان پرشان بدبخت شدن، بیچاره شدن، هر روز هر کس در کوچه اونا را آزار و اذیت میکنه. چرا؟ تا چی وقت؟ ما باید صدای خود بلند کنیم. خب این یک بحث، این دو قسم میتونه میره بحث کنیم، درست است؟ اول بحث است که ایزاک یا انگلیسی گی میگن، گی در دیکشنری سرچ کنین، یک کسی که خوش است. اصلا کل افغانا ما ایزاک هستیم و با کل افغانا شما ویزا بدین. بخاطر کل افغانا الحمدلله خوش است از زندگیشان، هیچ کس قبول نخواهد شد. ببینید بیجا منافقت و رذالت. اگر یک کسی بگوید که من ایزاک هستم، هم جنس باز هستم و به همراه دولت فعلی افغانستان مشکل دارم، او فردا از این کشور برده خواهد شد و در آلمان مثل یک مثال به مردم پیش خواهد شد. ببینید که زندگی خوب داره، ببینید که دیجا خوش است، هیچ مشکل نیست. اگر یک نفر بگویم که ما به همراه طالبا مشکل سیاسی، اقتصادی یا همطور دیگه مشکل دارم، لیکن من مومن مسلمان هستم، من خوش هستم سر دین خود، خوش هستم سر کلتور خود و خوش هستم به جنسیت خود، این کسی کمک خواهد کرد؟ هرگز نه. این معلوم میشه کسایی که میگن که لیبرالیسم یک بدبختی جهان یا دموکراسی یا سکولاریسم به مردم آزادی میبخشه. اصلا این آزادی نیست، اصلا این فکری غلامی است. نمیدن در میدیا، در تلویزیون، در سوشال میدیا، هر چیزا بر نشان میدن، باز بر میگن از این به خود انتخاب کو. اگر من انتخاب کنم، مثال بر میگم که ما یک قاطع مسلمان هستم، احترام به من خواهد شد؟ نه، جای من گوانتانامو بی است. اگر من امروز بگویم به همراه ریش خود، به همراه همه چیزا که ما یک ایزاک هستم، یک مرد هستم، یک زن هستم، فردا به من احترام خواهد شد. و دو سوال فلسفی دارم. اول، یک چیزی که به کسی میخوایی و فکر میکنی که یک الگوی خوب است و هر کس باید اینطوری پیش بره، بعد کل انسانیت مقدم پیش بره. اگر فکر میکنی که ایزاک بودن یا مردی خود تبدیل کردن، چی میفهمی این ویدیو دیده میتونین پایش ارجع به خاطر چرا یک مرد زن نیست، من چشمت پایین نکنین ببینیش. این میخوای این مثال بگیری؟ من مثال میگم. اگر هر بین امی غرب مثال میگم، اگر آلمان میخواد که هر افغان مثل نجیب فیض شوا یا مثل زبی شوا، این یک الگوی خوب است. اگر جوابش هست، باز چرا کل اردوی خدا، پلیس خدا اینو جور نمیکنن؟ به خاطر به حیث مسلمان فلسفه ما است که ما میخوایم هر انسان در این روی زمین مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم شود و بهترین انسان خواهد بود، مرد یا زن. این دعوت ماست، درست است؟ دعوت اینا چیست؟ که اگر ایزاک شوی یا ایزاک باشی، ما برات کمک میکنیم به خاطر که انتخاب خوب است. باز چرا مردم کلشون ایزاک نمیشن؟ موضوع دوم، از بعد 2002 الا 2022 تقریبا 25% جوانان در امریکا میگن که ما لسبیان هستیم، LGBTQ کمیونیتی هستیم. فکر کنین شما که کدام ایدئولوژی یک قدر زودتر میتونه پیش بره بدون زی که در کورپوریشن، میدیا، هر چیزا داخل نباشن. کدام وقت که رونالدو در النصر در سعودی عربیا یک گل زد، دایرکت به سجده رفت. مثلا یک موضوع فکر من رفت، چرا این به سجده رفت؟ مسلمان نیست. به خاطر که اجتماعی مردم دیده بود، مردم مثل که موسلا شد یا کریم بنزیما شد یا موزل شد، اونا رو دیده بود و همچنان سعودی مردم دیده بار بار سجده میکنن، یوم ده سجده رفت. به خاطر که انسان جورخت اجتماعی است، چی را میبینه، چی را میخوانه و به همراه کی در تجربه است. اگر یک انسان در غرب بره و همه چیز رینبو مکمل جون باشن انتخاب کنن به خاطر LGBTQI+ کمیونیتی و سپورتش کنن، در میدیا نشان بدن، رینبو در هر جای باشه، مری یک شاری سپورت کنه، فیسبوک سپورت کنه. همین سلیپی جو بایدن تقریبا در 2008 میگفت که کامپلیتلی unnatural است و امروزی رو سپورت میکنه. به خاطر چرا؟ سوال خواهد چرا؟ به خاطر هر چیزی که اینا میتونن خلاف الله برن پیش میرن. دلیل چیست؟ من الجنة و الناس. شیاطین هستن هم در بین جنات و هم در بین انسان ها. سوال من دیجاست، ما یک 20 نفر دوستا دارم، اونا کلشان گیستن، از او ادرس یعنی خوش هستن. آیا شما تیار هستین به ما ویزا بدین؟ لیکن یک تریکی پوینت، ما الحمدلله مسلمان هستیم، با امره هیچ کس افیلیت نیستیم،
فقط مسلمان هستیم لیکن ما گی هستیم. گی به تعریف انگلیسی ما خوش هستیم. ببینیم کی با ما تماس میگیره و ما ویزا اولی میده. فقط به این منتظر هستم.